در امروزه برنامه ما کوشش کردیم میوه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان قرار دارند هر یکی آنها را در خواب کسی تعبیر نماییم و ما آغاز می‌کنیم. سیب در خواب اگر سبز باشد دلیل بر فرزند است و اگر سرخ باشد منفیت از پادشاه است و اگر سفید باشد منفیت از تاجیان است و اگر زرد و ترش مزه باشد رنج و بیماری است. اگر ببیند سیب سفید را دو نیمه کرد از شریکی خود جدا می شود. اگر ببیند سیب سرخ از درخت چید و خورد دختر برایش متولد می شود. و همچنین سیب در خواب همچون کسب و کار مزد محنت و تشویشات تعبیر می گردد که انسان برطرف کردن می خواهد. برای سوداگر سیب تجارت است و برای دهقان زمین. نفری که در خوابش سیب به دست آورده استعمال می کند دچار تشویش ها می گردد. سیب شیرین همچون مبلغی پولی برای حلال به دست آورده شده تعبیر می گردد و سیب ترش نشانه دست به گناه زدن است. چیدن سیب در خواب معنای از شخص نجیب مبلغ و منتداری به دست آوردن را دارد. مقداری نچندان زیادی سیب‌ها در خواب نشانه به دست آوردن کمی مبلغ است. مردی که در خوابش در مسجد بوی سیب را حس می کند برای خود زوجه می یابد. زن اگر بوی سیب را در جمعیت دیگر آدمان احساس نماید آبرو و نفوذ به دست می آورد. زنی که در خواب سیب استعمال می کند پسری زیبای به دنیا می آورد. دختری هندی اگر خواب ببیند این خواب برعکس است. درخت سیب همچون شخصی با ایمان و به خلق نزدیک تعبیر می گردد. در خواب نهال سیب نشان دهنده معنای سری سبزه را صله کردن را دارد. اناناس در خواب اگر کسی در خواب اناناس خواب ببیند شهادت می‌دهد که در کارهایتان شما را کامیابی انتظار است. خواب دیدن انگور سفید و سرخ در عین غنچینی میوه معنای آن را دارد که از نفر دست مدد می‌گیرید. اگر چنین خواب در فصل غنچینی میوه نباشد معنای بیمار شدن را دارد. انگور پخته در خواب نشانه زندگی خوشبختانه و سلامتی خوب است. و هر نفری که نوده انگور خواب می‌بیند شخص تقوادار، سخاوتمند و مهربان است. ناک در خواب از سلامتی ضعیف درک می‌دهد. خرما در خواب اگر کسی در خواب خرما ببیند مال دارایی است. اگر ببیند خرما می‌خورد اگر اهل علم باشد علمش و اگر تاجر باشد مالش زیاد می‌شود. اگر ببیند خرما خورد و هسته آن را انداخت اگر اهل علم باشد احکام شریعت را انجام می‌دهد و اگر تاجر باشد از خیانت دور است. خرمای عربی نفری که در خوابش خرمای عربی استعمال می‌کند بخت و سعادت اللهی نصیبش می‌گردد. اگر نفر به خود نزدیک آمدن خرمای عربی را خواب ببیند یا آن را برایش هدیه نمایند در بیداری بایگری نصیبش می‌گردد. شخصی غمگین و روح افتاده خرما خواب ببیند از غم و کلفت رها می‌یابد. در خواب خرما را شکستن و دانه آن را بیرون آوردن نشانه آن است که شخص خواب دیده صاحب طفل می‌شود. خرمای پخته و خوب در خواب نشانه شنیدن سخن نیک و فایده زیاد به دست آوردن است. نفری که در خواب خرما استعمال می‌کند شیرینی ایمانداری را چشیده کتاب قرآن را مطالعه می‌نماید. خرمای تر و تازه و پخته همچون پول حلال به دست آورده شده رهایی از بیماری‌ها، دوری از مشکلات‌ها و خوشنودی تعبیر می‌گردد. خرمای به هر طرف پاش خورده در خواب معنای به پول ماندن را دارد. مردی که در خواب از درخت خرما
خرما میچیند، در ظرف یا سبد جمع آوری میکند، در بیداری با زن ثروتمند دانشمند و خداترس ازدواج میکند. اگر درختی خشکیده نهل خرما چینیدن معنای آن را دارد که شخص خواب دیده به مصلحت شخص بداخلاق گوش میاندازد. دیدن توت در خواب درآمدی زیاد و فایده‌ناک است. و همچنین اگر ببیند که توت شیرین در وقتی آن میخورد به قدری آن از کسب و کار خود درآمد پیدا میکند. و اگر این خواب را هنگام رسیدن توت ببیند تعبیر آن بهتر است و اگر در وقت آن نباشد به غم و اندوه دچار میشود. اگر کسی در خواب ببیند زردالو خورد، اگر شیرین و در فصل آن باشد به تعداد زردالوهایی که خورده است دیناری طلا به دست می‌آورد. و اگر زردالو ترش باشد به غم و مصیبت دچار می‌شود. بعضی از معبران میگویند تعبیر زردالو مال و نعمت است و همچنین میوه‌های خشک. مویز در خواب نصیبه خوب از خداوند است. لیمو در خواب تجسمگر فردی با ایمان و قرآن خوان است. همزمان اگر لیمو زرد باشد نشانه بیماری است. لیموی سبز در خواب از لیموی زرد بهتر است. اکثرا لیمو در خواب به معنای سرزنش می آید. دختر لیمو درخت لیمو در خواب نفری است که به آدمان نیکی می کند. همزمان لیمو بشارت دهنده حادثه های حزن‌آوری است که زندگی انسان را تلخ می‌سازد. پیسته در خواب همچون پولی آسان به دست آورده شده تعبیر می‌گردد. استعمال نمودن پیسته در خواب نشانه به دست آوردن پول بی دردی میان. درخت پیسته در خواب همچون شخص نجیب و عالی همت تعبیر می‌گردد. دیدن انار در خواب پول به دست آوردن است. بعضا انار معنای زن را دارد. اگر انار در خواب به معنای زن آمده باشد پس انار پرره معنای دختری با قرار دارد. این بود یک چند میوه‌ای که در جمهوری تاجیکستان قرار دارد. برادران، کسانی که خواب‌های می‌بینند که در اینجا نیست یعنی در تعبیر میوه‌ها نبود شما در کامنت نویسید و ما برای شما جوابتون را پیشکش می‌کنیم.